سال روان سفر زیارت خانه خدا باز داشته شده است. عامل اساسی این پاندمی کووید 19 می باشد که عربستان سعودی نیز از این گرفتاری در کنار نیست. این نکته را مهرافکن میرزا حافظیان، مدیر پیشبری شعبه دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت ضمن نشست خبری بیان داشت. موصوف گفت که برای خودگیری خواهشمندان زیارت خانه خدا هنوز هم دوام دارد و آن در همه شهر و ناحیه ها از جانب شعبه های دین به راه مانده شده است. با خودگیری هر یک شهر رو علاوه میکنند. ما با خودگیری وین چی نمیکنیم در ولایت، مثلا معلومات علاوه نکرده. با خودگیری دفتری بخیت است، مثلا هر شهر ناحیه خودش دفتر علاوه که از طرف مقام وکلاء با مهر امضا تصدیق کرده است، اونها به خیر میگیرند. ضمن نشست خبری مهرافکن میرزا حافظیان گفت که برای آنهایی که نوبت سفرشان در سال روان به قید گرفته شده است، در حالت باز شدن سرحد بین دو کشور امتیازهای بیشتر داده می شود. نمایندگان این نهاد گفتند که تا حال یگان نفر برای زیارت خانه خدا در سال 2020 به بانک مبلغ نسپریده است. اما یگان کس این سال مبلغش به بانک نسپرده است، یعنی که کمیته اعلام نکرده است که پولتون برده بانک بسپرید، حجم میفرستانم خیلی خلاصه این چیزا اعلام چی نکرده است. یگان نفر در حدود جمهوری من گفته میتونم که مبلغ شما برای مثلا صورت حساب کمیته رو نگذارونده. هر سال همه خیلی که پیش از حج رفتن و ما خبر میکرد که همین چیزا معلومات رسانیتون که پولاشون رفته سپران. بعد ما وقتی که با واقع معلومات میدیم که رفته پولتون با فلان بانک با فلان صورت حساب پرداختون، بعد پولشون میسپرن. تا این وقت مبلغ هیچ کس نمیسپره. این سال هم همین. مهرافکن میرزا حافظیان، مدیر پیشبری شعبه دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، ضمن نشست خبری به سؤال روزنامه‌نگاران در مورد فعالیت داشتن و یا نداشتن مدرسه های دینی و اینچنین مسئله بسته شدن و یا نشدن مسجدها چنین شرح و توضیح داد. خب دیگر سوالتان در حدود ولایت مدرسه ها نیست فعالیت. همون بچه خیلی که هست، همون چیز هست، حالت مدرسه ما تقریبا همون چی هست ما این چی نکردیم. چه مسجد ها بسته شده؟ در حدود ولایت نگاه مسجد آنوی سال بسته نشده. مهرافکن میرزا حافظیان در این نشست خبری گفت که در شرایط پاندمی 7 نفر از کارمندان بخش‌ها و خادمان دین در ولایت سوخت مبتلای کووید 19 گردیدند. از این شماره 3 نفر از ناحیه عینی، 1 نفر از سپیتامین و 3 نفر از ناحیه اشت می باشند. گزارش فضل خان عابدوف، سید مختار سید انور و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.